چرا این نمیایی؟ آخه من پمپرم بزدم اینجا اینا هم خوش شده علفایه و هم نمیایه. من پیش هستم کمک کنه سر صدایه. بیلا انا بیا. الف بیا این ور همین گلال ما یادتون دستخواد هم خوش شده. چرا میکنی؟ نمیدونم خوش شده هفته تیزه. وی تا کارا ما چه کارا میته پای ببند دیگه پاله میخوره بگذاره. تو خیلی آواز میکنش نمیگیره. نه همین تو بیتاره میخوره. یا چیز کنه. چیکار کنم؟ امی یک لیست تیار کردم برو برات امی حسابا می همسایا برو امی رمضان و ایدگل و گیلاک اینا. نسیا چی؟ می پولا میوه که بردم. میوه که فروشگاه بردن الله. آه بله آه. خب. سه کنه لیست اول هم در خونه می گیلاک برو خوبه. آه. من از گیلاک 10600 بیده این رمضان 8000 بیده. اینا باز آدمان نقطاری هم یکی همی ساده تریه بفهمیدی اول برو در خونه ازی برو. اون باسکل تو هم بیاوردم وقتی وردا باسکل برو از اینا حسابار جمع کو بیاره. خب تو نمیستونی هم نه که این مردم هم پولا خو ما هم 3 4 5 لک پول شوی جنس آوردم بعد قسط بدم برای مردم بفهمیدی تو بهم گیلک نباید جنس میدادی آخه من نبودم. خب چه کار میکنی؟ همون سرمون بشه در به حساب میشه که تو هم غزر جنس بری بدی حالا کنگو خیر باشه اول میری در خونه ازو میری میال در تو پول ازو نمیستونی نه ای نه نمیستونه بخیر نیست باسکل خبر دا زودی بیای بخیر احتیاط بکن. زمینا کار نمیکنه. خانه در اینا خستنی آماده کنی باقی بزنی سر جای.
شنگ که اینجا خوی بخیر سلامتی بفرمایید. کجی؟ کجای پیرتون؟ به سرایا. ما برای این پولا آمدم. برای پولا چی آمدی؟ پولا شیرینی. پولا شیرینی؟ شیرینی ای؟ این برار تو گلک بیامد شیرینی برد گفتک پول خواده خونه آوردم گفتک نوشته کنه. چنده؟ صبر کن. بله گلک 10,600 دیگه. بابا بیلا چیکار شده؟ 10,600 روپیه تو شیرینی دادی و هم بخیر. خدا حساب همه چیزا خود آخه براره ما تو به کدو عقل خود 10,600 روپیه شیرینی خود پوره کدام نخود کشمیش پسته بادام دم آخه گفتک پول خواده خونه آوردم اینا رو نوشته کنین. گفتم خوب گلک گپ اینه با میام گفتک اگه من بیاردم گفتم من زودتر بیاریم ما خاطر برات مال میریم. انا لبور این پول کار بیار که ما میریم. خود ما که فعلا 1 روپیه نداریم بازم ما برو به پیار خوب برو پیار خوب برو 10,600 روپیه بیار. خوبه. بابا بگون بابا عباس بچه همسایه بیامده به در سرا میگن همه پولا شیرینی ها ایده بدین گلک برات تو بیامده دیروز به عید بمونده بده بیامده بده پیش من 10,600 روپیه شیرینی عید برده همه پولا ما بده. چه کار کرده گیله؟ شیرینی عید بابا پیشنا به خرد بده. چنده؟ 10,600 روپیه. 10,600 روپیه؟ بابا بد کرد گیله. برای پولا خواه مادره. ایو مادر به خود به عبرت کردم به قرآن خدا چی رقم زندگیه. من 10,600 من سفره هیدیم واسه چیکار کنم که بلو که مفخور بیا همه جمع کنم دارم ببرم خوب به کیسه ها خواه میکردم بابا. خب من دیگه دیمونه که من به 10,600 به پول میوه هیچ بدم همون 1 کیلو خود کشمیش میستونم برای نامه دادم. اصلا بابا ما طالب همین عمر نونه که خب ما 10,600 روپیه سفره هید دیده بودی. من طالب به عمر خود سفره هید انداخته بدم تو گپ موف بزنه برو خود انا رو جواب خور بده گیله. بابا بیم بریم من نمیفهم بیم بریم به عباس بگیم بیایم به در سرای بیایم بابا. عجب کاریه من پیش خود سرپرشی میکنم. عباس جو آنی پیار بگیم کو پیار تو؟ آلی میام برفتن لباسا خوی واسه کن. رختا خو بیریم. تایی رخت رفته. کجای برات گلک نیه؟ نه به سرا نیه میچون سر میگم کوکو جو بله کوکو شما به کدو عقل خو به کدو فراست خو که شما 10,600 به من گلک اعتبار کردیم بدادیم. چرا کوکو؟ ها؟ چرا خونه دی؟ کس هم یک پاکت نسوار بزی اعتبار میکنه. خب چی فهم سایه دیگه بیا سودا خو پره کردم آخه گفتک پول ندارم دیگه بگم اگه بگم نمیدم که بعد دیگه هم سایه قرض دادم نده. چی بعده؟ بیفتی لالو نمیدم. از اون خود کرایم هستی؟ حالا که بیارده کوکو دیگه تاجی کنه نریخته. حالی که بیاورده خود تنبور خودی بست کوکو خوب بگردم من پول ملاکی ندارم پیار خودم. بیادم در سرش. من 10,600 ما اگه پول میدیشم بخون میرفتن 10 بیجی برین میسون 5 بیجی برین میسون میاوردم دومین خونه خوب که 6 ماه 7 ماه خرج من میشه کوکو. کوکو ما این در سرش نه. من به عمر خود سفری من خونه خودتون نکردم 2 کیلو نخود 2 کیلو کشمیش بسم الله الله اکبر. خوب چه من بیارده شما به جنجال کردم اومدین کوکو. من به جنجال مجبورم جنجال کنم چرا میدادی؟ نه کوکو همسایه اگه نسیه همسایه بیا همسایه لالا نمیدادی. خودم پولامو بیارم خیر. برو کوکو برای کار کن برو از هر کس دادی برو پول خودت برو. کجا برو؟ از هر کس بر کس دادی برو بس پول خود. من پول ملاک ندارم. ما سفره نداره که بیا بخوره به کسی خوره زونه کوکو. و چی من همین لغت 10,000 نداره. گفتم کس برای پاکت نسوار اعتبار نمیکنه. آره پولامو رو بیارم کوکو ما برو. من پول ملاک ندارم برو کوکو برای کار کن. کجا خودی و کجا من خودی بستم. هر وقت خود دیدی در خود بستم. به سرا نیه عباس برامه. دیگه میشه کوکو. گفتم تو چی گفتم برو کوکو برای کار کن برو دیگه بیشتر که در سران مزم نشه برو. کوکو ما امروز نسیار جمع میکنم من نمیبینی سکه. میگه که تریش کنه. نکنه کوکو نه. برو دیگه برای کار کن دیگه برو دیگه. پولا ولده خو. برو که تعبیش میزنم برو که اصلا من خراب نکن برو حرکت کن. برو خورو این کنم. بله. بگم بیا دم دی کن ما. برو هر وقت که وردی دیوان برو از دیو برو من میگم بیا دم نکن. 10,600 کسی برای پاکت نسوار اعتبار میکنه. بریم که تو 10,600 ببری بده دیواریو. 10 نفر میایم حساب 4 تار میخورن بعد یک پخشا هم کسی خو میرزونن. فقط نگاه مفتاکه. پس 1 کیلو 1.5 از ریپه فندق کیلو از ریپه.
با این برف دیتا سرترشی ها کرده انال گناه مگر بستونی یا که برای وای مبارک رمضان بود اگه نمیتونستم از اینا بخورم. به به. نه چرا قد شد برقاره کی بود؟ وقتو ها؟ منو کی تو؟ هستی گیلا تو نمیبینی می در وقت وایه خب من تو شب استم دم چی؟ بیا تو کار دارم بیا تو برقا ندیدی برقا قد چی سولار مونه چه کاری میکنی اینجا گیلک ها؟ بیا با تو کار دارم عباس با چیز نمیفهمه به سولار نه من صبح برات تو میپالم بیا رادمه آه چرا؟ گیلک تو بیادی میوه اید بردی نه نگفتی که من 5 و 6 اید پولاتو میارم دوشه گفتم دوشه خب این برای نگاه نکن دوشه دیگه بید بمونده بیدار خب دوشه بید بمونه که بیادی برات میوه گفتی 5 یا 6 اید پولاتو میارم من امروز صبح رفتم در سرا شما پیار تو بیری شد ما سال من وزیر دست پاک کنه برارم ما به تو کی گفتی بیدار تو برو به پیش بیار به تو که گفته بودم ما امروز برات نسیا میرم یه پولا خور جمع میکنیم سکو میبینی؟ چی نمشته؟ اینا همه همین طلبای که مردم ما مغز پول ماه خب نه توی به کسی خود جمع کن تو جمع کن تو من نگفتم تو مدار من نگفتم مدار من روز اول نگفتم مدار من گفتم برو شیرینی اید بخر پیار من سخته پیار من گردن بند باشه انون سرش او نمیخوره پیار من بره تو به پیش پیار انا با تو اینجا گفت پیار من خودم دشمن کردی حالا من چی کردم حالا پولا مار بده تو بیاد میوه بردی نمیبردی لالا کمتر میبردی نه 10,600 به تو میوه خود بردی تو کله خود کله بنا خب آمدی برفتی به پیش پیار من حال مشتری خانه خودمه ما چی فهمیدن که تو پیار خود قایم میوه استوندی ببین در سالشان برار کجی نه کجی بیری شد گفتم پیار خورد صدا که پیار تو بیادم تا صاحب خراب شد ماسمرد زیر دست پاک کنم گفتم برو خودی وستو بابا پیار من خبر داری که مدام ما میگه که میوه اید بستونیم بیاریم تا پوش باقا کنیم بعد مردم میایه 5 تا میایه 4 نفر به کیسه خو میکنه بلوک مفخور 100 میایه فقط اینجا ما سفره داره مکانه دارم من صبح برات تو پلنگی لگاخه گفتم به سر پمپه برار من به 100 گپ بالی ما بزد گفتم تو پولار نستوندی نه پولار بده که ببرم 10,600 روپیه حالی نیه حالی نیه چی کنه آخه امروز چند نمیده من چی میفهم من روز اول بفهمیدم روز اول اید بود خب حالا نمیفهمی چند از چی تی شده بود تا خوب میفهمی که بیا دو شب عید مونده بود بفهمید که نمیدادی به ما بقاش میفهمی من اعتبار یک مرغ مرده ندارم ما چی کردم قرض بردی حالا من گناه کردم آدم پولا بده دیگه نمیدم بیزارم به تو را یاد دم گلک بگفتم پول ندی اعمال بیرون میشین گو شما رو میکنم میبرم گوسالی چی لکو گو نکنی قیمت بالایه عمل کدوم باشه ما خلق فقط وای که پولا من باشه پا یک کار کنه چیکار کنم خیر باشه خیر بینی خونه یک فیار آباد که بدیدی به قرض حالا پولا کنم بده من گناه یک کار کن برو خر کلر واکو برستو نه مام چنه گساله رو نکنم ایته و شیری نه کلا شیرینی و گوساله همقدر میشه حالا گلک پول داری یا نداری اگه پول داری بدی اگه نداری که برو گردن گساله رو واک کنم گردنم بند باشه یکی ما به زاد بیت خود اصلا ببید عمر ولد خود هر روز که من تذکره گرفتم تقریبا 25 سال پیش تذکره گرفتم
اگه ما با خالق و 12 ریفی پول شماره کرده باشیم از این دنیا تو بیمون چه بی جزه اقضا میوه بخری اما میوه به قیافت میخوره سرترشی ها پیش مدر من اما میوه به قیافت میخور که دست تو گرفتی برفتی نه برو گساله رو بکن اما این گوساله رو ابلغ بکنی اما که یک شاخ کج رو بکن خوبه یکی رو میکنه میبرو ها یکی رو میکنه میبرو خدا فیض خب باسکیل چه کار میکنی عباس باسکیل چه کار میکنی باسکیل بده به من به پیار به هیچی نگو من میگم اگه با گساله گم شده میگم شک گواه خورده باشه روش یا شغال بیا بده خور بنداخته بخونی گواه به قبل گواه زنگ تو با گرشه برفتی به پیار میشه جنی که دکه گیلک بیا بده شیرینی برده پیار یاد داره که تو بخوره و مشکزنه نمیپرسه که نه از کجایه یکی وکنی به دنبه بسکل خوب استکو باشه برم که بیشتر نبوره کانال وا کنم ببرم اناله این رشته ببرم گیلک بیا یک دقیقه بیا این رشته ببرم به سرا گیلک هیر وا کنم یا او یکه کدوم بستک نه او گویل که تتره دیگه آه او 30,000 قیمت این شاید 14-15 باشه آه گیلک ها. یک کار بکن برف میکنی چه کار کنم همین باسکلک من تا سر چاپ ببرک ایر میبرم به سرا با میام برات باسکل خاطر نمیتونه ارد تر ببرم خود تو یک کل کار بس خوبه دقیق که پیار من نبینه بفهمیدی بگو مردم نمیبینه بگو اگه بیا اینجا بخت داشت بره بگو خودی بختش بره بگو من پیار من نمیای اینجا اگه گوساله رو میگم ببرک گوساله ببرک از زیرا برو باسکل هم میگم اشتباه برو باسکل بیا من میبرم سر چاپ آه میبرم سر چاپ بیا باسکل خوب ببرم میام برادی برو گوساله کمی برو مقبول یک دانم با آه ای فهمیدی اما اگه پولم میده دیگه لگ نمیبردم یا مال اگه حساب کنی از من هوشیارتره برو گلی برو خوش آمدی برو گپ سخنی از میشینی ببخش